در حالی که هزاران هزار ایرانی از سراسر کشورمان برای بزرگداشت روز کوروش بزرگ راهی پاسارگارد شدند، جای گلرخ و تو، جای نرگس و همه زندانیان سیاسی خالی است. فراموش نخواهیم کرد که ندا، ستار، امیر، مصطفی و هزاران قهرمان جان خود را در راه آزادی و کرامت انسانی از دست دادند. فراموش نخواهیم کرد که به پشتکار شما میهن دوستان فریادها بلند شد و صدای ملت دربند جمهوری اسلامی بدون حضور هیچ رسانه‌ای به جهانیان رسید. آرش گرامی، هر دم و بازدمت نسیم دگرگونی برای آینده ایران است. به اعتصاب قضای خود پایان ده. ایران به شما فرزندان کوروش بزرگ نیازمند است. نفست گرم و گامهایت استوار. پاینده ایران.